پیرمردی با عینکی ذره‌بینی و کهنه و لباسی خاک‌آلود کنار جاده خاکی یک روستا نشسته بود. نزدیکش رودخانه جاری بود و روی رودخانه پل چوبی کشیده بودند. گاری‌ها، کامیون‌ها، مردها، زن‌ها و بچه‌ها به طور مرتب از روی پل می‌گذشتند. گاری‌ها که با قاطر کشیده می‌شدند به سنگینی عبور می‌کردند. سربازهایی که آن اطراف بودند می‌آمدند و کمک می‌کردند گاری‌ها را هل می‌دادند و به جلو می‌راندند. کامیون‌ها هم به سختی از شیب نرسیده به پل بالا می‌رفتند، اما وقتی از شیب می‌گذشتند و روی پل قرار می‌گرفتند به راحتی عبور می‌کردند. روستایی‌ها در جاده خاکی در حالی که خاک‌ها تا قوزک پایشان می‌رسید گام برمی‌داشتند و به پل می‌رسیدند تا از آن بگذرند و خلاص شوند. اما پیرمرد همانجا در ابتدای پل نشسته بود و بی حرکت و آرام فقط نگاه می‌کرد. آنقدر خسته بود که نمی‌توانست قدم از قدم بردارد. من مأموریت داشتم که از روی پل بگذرم، دهانه آن سوی پل را وارسی کنم و ببینم که دشمن تا کجا پیشروی کرده است. کارم که تمام شد، از روی پل برگشتم و آمدم همان جایی که پیرمرد نشسته بود. گاری‌ها آنقدر زیاد نبودند، اما کامیون‌هایی که بار مردم را می‌بردند تعدادشان بیشتر بود. کم کم آدم‌ها کم شدند و چند تایی بیشتر نبودند. با این حال پیرمرد هنوز سر جایش بود و جم نخورده بود. فقط نگاه می‌کرد. جلو رفتم و در کنارش خم شدم. پرسیدم: بابا جون، اهل کجایی؟ گفت: اهل سان کارلوس، و لبخند معنی داری زد. سان کارلوس شهر آب و اجدادیش بود. از همین رو یاد آنجا شادش کرده بود. لبخندش این را می‌فهماند. بدون اینکه سوالی بکنم گفت: اونجا از حیوونا نگهداری می‌کردم. من درست سر در نیاوردم منظورش چیست. پرسیدم: خب پدر جون میگفتی؟ گفت: آره جوون، میدونی من اینجا موندم که از حیوونا نگهداری کنم. توی سان کارلوس هم که اشغال شد من آخرین نفری بودم که بیرون آمدم، چون اونجا هم از حیوونا نگهداری میکردم. نگاهش کردم. ظاهرش به چوپانها و گله‌دارها نمیخورد. لباس تیره و خاک‌آلودش را نگاه کردم. روی چهرهش و شیشه‌های عینکش گرد و غبار زیادی نشسته بود. پرسیدم: از چه حیوانایی نگهداری میکردی؟ سرش را با ناامیدی تکان داد. گفت: همه جور حیوان بود، اما مجبور شدم ترکشون کنم. در حال گوش دادن به حرفای پیرمرد روی پل، سر تا سر پل و مردمی را که تک تک و یا با هم از روی آن می‌گذاشتند تماشا می‌کردم. در این فکر بودم چقدر طول می‌کشد که بنده های خدا از روی پل بگذرند و از شر دشمن که به روستایشان هجوم آورده بود نجات پیدا کنند. صداهایی از دور می‌شنیدم. صداها نشان از درگیری و اشغال با خود داشت. بار دیگر از پیرمرد پرسیدم: چرا اون حیونا رو رها کردی و اومدی اینجا؟ گفت: از ترس توپای دشمن. فرماندهشون به من گفت نباید تو تیررسه گلوله ها باشم. پرسیدم: زن و بچه چی؟ نداری؟ گفت: نه، کسی رو ندارم، تنها. به انتهای پل نگاه کردم. دیدم آخرین نفرات روستا من در حال بیرون رفتن از آن و افتادن در جاده بی انتهای شهرند. پرسیدم: از چه حیوانایی مراقبت میکردی؟ گفت: بز، گربه، کبوتر. کمی به فکر فرو رفتم. دلم نمیخواست پیرمرد را رها کنم.
دوست داشتم سر در بیاورم که چرا با مردم نمی‌رود و آنجا نشسته و جم نمی‌خورد. گفتم خب بالاخره حیوانات چی شدن؟ گفت البته گربه‌ها بلای سرشون نمیاد. گربه‌ها میتونن خودشون رو نجات بدن. از توپ و خنباره دشمن میتونن فرار کنن. ولی نمیدونم سر بقیه چی اومد. از لهجه پیرمرد خوشم اومده بود. پرسیدم طرفداری کی هستی پیرمرد؟ هیچ. من سیاست سرم نمیشه. 76 سال دارم. دیگه هم دلم نمیخواد از اینجا جلوتر برم. میخوام همینجا بمونم. گفتم ولی اینجا برای موندن جای امنی نیست پدر جان. اگه قبول کنیم بگم یکی از کامیونایی که مردم رو جابجا میکنن تو رو هم به یه جایی برسونن. پرسید کامیونا کجا میرن؟ میرن بارسلونا. اونجا خبری از جنگ و اشغال و این چیزا نیست. نه خیلی ممنون. من اون طرفا کسی رو نمیشناسم. همینجا برام بهتره. با نگاهی خسته و گردآلود به پیرمرد خیره شدم. او هم به من نگاه کرد. تشکر از نگاهش میبارید. لبخندی به او زدم و دلجوییم را ابراز کردم. او هم متقابلا همین کار را کرد. بعد گفت گربه‌ها چیزیشون نمیشه. ناراحت اونا نیستم. برای چی ناراحت باشم؟ اونا هر طور شده میتونن خودشون از شلیکا نجات بدن. میدونم. ولی بقیه حیوانات چی میشن؟ اینجا خیلی حیوان بی‌پناه هست. نمیتونم ولشون کنم. باید مراقبشون باشم. به نظر شما چطوری میشه از اونا مراقبت کرد؟ گفتم من نمیدونم پدر جان. من بیشتر نگران آدم‌ها هستم. مطمئنم که حیوانات خودشون بهتر بلدن چجوری جون خودشون رو حفظ کنن. پرسید شما واقعا اینطور گمون میکنی؟ بله البته. ولی جون امثال شما چی میشه؟ شما باید برای خودتون فکری بکنید. رودخانه زیر پل را نگاه کردم. آبها خروشان و تفالود در حرکت بودند. حالا دیگر هیچ گاری یا کامیونی روی پل به چشم نمیخورد. پیرمرد به حرف آمد. ببین جوان، به نظر تو این حیوانایی که اینجا هستن زیر گلوله‌های توپ و خمپاره چی کار میکنن؟ کی به اونا میگه که برن و نجات پیدا کنن؟ همونطور که اون فرمانده به من گفت دور بشم و نجات پیدا کنم، کسی هست به این زبون بسته ها بگه دور شن؟ گفتم نه، ولی اونا خودشون بلدن دور شن. کبوترها میرن رو آسمون نجات پیدا میکنن، بقیه هم جایی. گفت ولی اگه جایی نداشته باشن؟ گفتم حتما دارم. حوصله نکن پیرمرد، بلند شو خودت نجات بده. پیرمرد سعی کرد بلند شود اما نتوانست. دوباره نشست. زیر لب گفت من باید از این حیونا مراقبت کنم. این جمله رو چند بار تکرار کرد. دیدم حرفم رو گوش نمی کند و روی حرف خودش ایستاده. ناچار رهایش کردم و به دنبال وارثی‌های خودم رفتم. فاشیستا به سوی روستا میتاختند و همه جا پر از دود انفجارهایشان بود. ابرهای تیره هم آسمان را انباشته بودند. از پیرمرد دور شدم، ولی از همان دور برگشتم و نگاهی به او انداختم. هواپیماهای دشمن بالای سرش بودند. بمب‌هایی به اطراف میانداختند. احساس کردم پیرمرد هیچ ترسی از آنها ندارد. میدانستم نگران چیزی نیست. تنها نگرانیش حیوانهای آن روستا بودند. اما یک دلخوشی هم در وجودش بود، اینکه گربه‌ها می‌دانستند چگونه از خودشان مواظبت کنند.